وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 28 اپریل با نشر یک اطلاعیه رسمی در سامانش خبر داد که روز 27 اپریل سفیر قرقیزستان در دوشنبه ژانیش رستمبیکوف به وزارت دعوت شده به او یادداشت یا نوت وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سپرده شد. در این یادداشت در رابطه به عملهای غیر قانونی مرزبانان جمهوری قرقیزستان نسبت به دو شهروند نابالغ تاجیکستان در جماعت وارخ اظهار نگرانی عمیق بیان شده است. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان مظفر حسینزاده در ملاقات با سفیر قرقیزستان چنین عملهای غیر قانونی را که باعث ایجاد شدت در مناطق مرزی می شوند غیر قابل قبول نامیده از جانب قرقیزستان دعوت کرده است که تا جهت به جوابگری کشانیدن گناهکاران چاره‌های عاجل اندیشیده از نتیجهش جانب تاجیکستان را در جریان بگذارد. معاون وزیر تاکید کرد که جانب تاجیکستان به رشد پیگیرانه مناسبت‌های دوستی و همسایه‌داری با قرقیزستان در شرایط صلح و ثبات و حسن و احترام بر پایه ارزش‌های مشترک معنوی و فرهنگی دو خلق برادر پایبند میباشد. ذکر شده است در اطلاعیه رسمی نشر شده در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. قبلا ساکنان وارخ شکایت کردند که دو خواننده مکتب این جماعت را روز 26 اپریل مرزبانان قرقیز در موضع غوربابا دستگیر کردند و آن دو کودک را لط و کوب کردند. ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان روز 28 اپریل خبرهای درباره بازداشت دو کودک در وارخ را فیک و بی اساس نامیده رد کرده بود. وقتهای آخر مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان دچار تنش شده است. تنها در هفته روان این الکی دومین مورد نوتسپاری بین بیشکک و دوشنبه است.